درود عشقای چیسین چطوره؟ امیدوارم حال یکتون عالی و سر حالت و نمیدونم فلان و فلان باشه. آقا اومدیم باز ترکونده اومدیم جلو. ویدیوی آوردم پشماتون میریزین اصلا نمیمونه. همه رو دونه دونه باید یکی باید بشماری دوباره جمعش کنی ها. همهش میریزه. آقا لایک و سابسکرایب یادت نره. لیتس گو. بچه او زدن او کرد من دردم گرفت. تخم سگ درد میکنه جاش. خب اینم بچه ها یه جینا خیلی وای هیچ یعنی دقیقا دمت گرم آقا پسر. هر کی بوده دمت گرم. خود ماست ما چی بود میگم ماست ماچ از طرف من به تو دمت گرم. اینا رو باید یه جوری بلا سرشون بیار. وای شود میکنه درسته این. خب بریدگی شده دیگه. حالا ای بی خبر از حال بیمارم رفتی خود را بیچه سارم باور نکردی حرف قلبم را آرامی جانم بی خیالش شد حاجی. این حالا بین خودم بونه این واقعا من البته من هستم یه جورایی هستم. فکر میرم بعد 6-7 ماه بعد میرم یه دونه شورت میگیرم. یعنی 90% آقایون همین جوریه. یعنی هر کی گفته نه ما جوری نیستیم و یکی بزن دم داره دهنش گو زیاده میخوره. همین جوری همشون. مگه با پشت شد نمیزنن؟ من دروازه‌بان بودم. وای این حرف چه قشنگی زد جدی. یعنی واقعا البته من اون با پایش که میزنه رو دیده بودم. خب با پا که میزنه دیده بودم و این دسته به نظرم جدید وارد شده دیگه. حالا حرف در زبونه جدید اومده. طرف نوشته خدا خیر بده صدا و سیما رو 4 سال پدر بزرگم فوت. وای آجی فوت کرده. امروز از تلویزیون دیدمش داشت غی میداد. پشما. ببین ولی هر کی ازت پرسید تو فکر میکنی چی هستی بهش بگو من دقیقا همون چیزایی که تو آرزوشو داشتی بشی ولی نشدی. من دقیقا همونم. آهوی منو کردن. سلام عزیزم ببخشید شلوار تو ادامه‌شو تو کپشن گذاشتی. اون کار ندارم. خب لاغل 20 تخم سگ کپشنو ولش کو بگو به پسره. خب میگفته لاغل اون این وریش هم کپشن بگو این وریش هم میده راده شلوارک میشد دیگه. چی او رو زدی حرف پسره واقعا خیلی جالب شد. هرچی بیشتر میبینم بیشتر اینا دارم میرخصن. الان شوها چیزی رو برای کنم میگیرش
منظورش چی بوده؟ چی بوده؟ او رفتن میرقصن، شوهرش میاد گوشی رو بهش میده، میزنه تخته سینه‌اش، یعنی که میگه من و کسافت عوضی تخم سگ لاشی و گم وقتی میدونی شوهر داره میری باش تو. من ریدم دهنه دالا بعدی هم فکر کردم تازه هم ترجمه و دوبله کردمش تازه به ذهنم رسید. Kapıda it kaptı, kattı kattı, kaptı kattı. Kız kıspasa kıspa, kus uçpasa kuspa. Ümit tübüttü tüttü, tübüttü tütüp bitti. Kusi kusiге kusi көрсетті. Kusi kusiге неше kusi көрсетті. Kusinin kusiге көрсеткен кусиі бесеу. Күз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алты арқар бар, қырқада қырық арқар бар, қырық арқарда ақ арқар бар, алты арқарда марқа арқар бар. Ne diyor bu? relax باش. عالی انقدر عالیم دارم میترکم. من چه صورت داره پشمون. بزنه بهش. جان اینجاست که باید دیگه ناله کن به سبک یاسین. بوسوز من اگه امامم می شدم مامانم میگفت از دوستت یاد بگیر پیامبره. 199,900 میلیون بار حق. ای بچه دوباره اینجا درد احساس میکنم. درد احساس میکنم. ای پس کلم درد گرفت. وای ببین بذار همینجا من میخوام یه چیزی بگم. خب خواهر یعنی کلن موجودیه که حتی ای مادر بعض اوقات نباشه جاشو پر میکنه، جاشو میگیره. خواهر پس خیلی چیزی با ارزشیه. حتی یه جورایی که میتونم بگم، یعنی خیلی هاتون شاید قبول نداشته باشین ولی من 100% اینو قبول دارم که خواهر میتونه جای مادر دوم انسان باشه و این چیزی که من خیلی دوست دارم. خب عشقای دل دشت یاسین، رسیدیم به انتهای ویدیو. امیدوارم که تا اینجا دیده باشید، حال کرده باشید، کیف کرده باشید، انرژی بر بدن کارگردن هم شده باشید و اینکه فکر نمیکنم دقیقاً ویدیو بعدی یا میخوام یه چالشی بکشم، ولی اون سری ویدیو قبلی که گذاشتم گفتم حتما بهم بگید، متاسفانه هیچکی نگفت و این منو خیلی آزار داد، خیلی آزار داد و اینم بهتون بگم که دیگه گفتم کنسلش کردم. اگه این ویدیو بعدیش بهم بگید حتما چشم اجرا میکنم. و اینکه بگم ویدیو بعدی میخوام یه چالش انگیزی باشه یا مثلا برم ریاکت بدم به یه ویدیو زامبی تو رو نمیدونم یه همچین چیزای دیگه، حالا بعد بسازیم ببینیم هم دیگه کیفش کنم. دیگه نمیخوام زیاد بهتون بگم، معلوم دارش کنم. تنتون سالم از همه جا مهمتره. تن آدم بشر باشید، خوش اخلاق باشید، برید ورزش کنید، این خیر کار کنید ولی تایم مشخص بذارید. نه مثل من روزانه 13-14 ساعت بخوام برم سری کار باشم و این برام خیلی سخت آوره و این بیشتر نمیتونم در کنار شما باشم. بله دوستان، بازی با دشمن یک تمرینه، فینال بین خودیاست. بله، اول از همه سلامت و بعد پول.